بخش‌هایی از کتاب پدر ثروتمند پدر فقیر نوشته رابرت کیوساکی. رابرت کیوساکی میگوید من 2 پدر داشتم، یکی ثروتمند و دیگری فقیر. یکی پروفسور با تحصیلات بالا باهوش بود. او تحصیلات 4 ساله لیسانس را در طول کمتر از 2 سال به اتمام رسانده و سپس با بورسیه تحصیلی به دانشگاه استنفورد شیکاگو و دانشگاه نورثوسترن رفت تا تحصیلات عالیه خود را ادامه بدهد. پدر دیگرم حتی کلاس 8 را هم تمام نکرد. هر دوی آنها در حرفه خود موفق بودند و به سختی در تمام طول زندگیشان کار می‌کردند و درآمد بالایی داشتند. ولی یکی از آنها در تمام طول عمر خودش با مشکلات مالی دست به گریبان بود و دیگری یکی از ثروتمندترین مردان هاوایی به شمار می‌رفت. یکی بعد از مرگش $10 میلیون برای خانواده‌اش و مؤسسات خیریه به جا گذاشت و آن دیگری فقط صورت حساب هایی که باید پرداخت میشد از خود به جای گذاشت. آنها هر دو قوی، پرجذبه، با نفوذ بودند. هر دو به من توصیه و اندرز میدادند، ولی توصیه های آنها متفاوت بود. هر دو با قاطعیت تأکید بر کسب دانش داشتند، ولی مواردی که آنها به من معرفی میکردند متفاوت بود. اگر من فقط یک پدر داشتم مجبور بودم که پیشنهادهای او را یا قبول و یا رد کنم. داشتن 2 پدر که هر دو به من پند و اندرز میدادند من را قادر نمود از بین آن توصیه ها که فرق نمایانی در آنها دیده میشد یکی را انتخاب کنم. آری، یکی ثروتمند و یکی فقیر. به جای اینکه فقط یکی از آنها را قبول یا رد نمایم تصمیم گرفتم که بیشتر بیاندیشم، مقایسه و سپس روشی را برای خود انتخاب کنم. مشکل اینجا بود که آن پدر ثروتمند هنوز به ثروت نرسیده و پدر فقیر نیز هنوز به فقر مورد بحث نرسیده بودند، زیرا هر دو تازه در شروع کارشان به سر می بردند و هر دو در کشمکش پول و خانواده خودشان، ولی آنها نگرشی بسیار متفاوت نسبت به موضوع پول داشتند. برای مثال یک پدر می گفت عشق به پول سرچشمه تمام بدی هاست و دیگری نیز ابراز می داشت فقدان پول سرچشمه تمام پلیدی ها می باشد. من به عنوان یک پسر جوان با داشتن 2 پدر قاطع و نیرومند که هر دو در من نفوذ داشتند سخت دچار مشکل بودم. من می‌خواستم پسر خوبی باشم و به حرف آنها گوش بدهم، ولی مشکل اینجا بود که آن دو به من توصیه‌های مشابهی نمی‌کردند. تفاوت بین نقطه نظرهای آنها مربوط به موضوع پول می‌شد و بی نهایت در تناقض بودند و همین من را بسیار کنجکاو و شیفته می‌نمود. من شروع کردم به فکر کردن در مورد گفته‌هایی که هر کدام از آنها در این راستا داشتند. بیشتر اوقات تنهایی من صرف اندیشه و سوال کردن از خودم میشد. برای مثال از خود میپرسیدم چرا پدرم این حرف را زد؟ سپس همین سوال را در مورد گفته پدر دیگرم برای خودم تکرار میکردم. من میتوانستم مورد راحت‌تر را انتخاب کنم و بگویم آری او راست میگوید، با او موافقم، یا نقطه نظر دیگری را رد کنم. و میگفتم نه، او دیگر پیر شده است و میداند در مورد چه مطلبی صحبت میکند. ولی در عوض داشتن 2 پدر که هر دوی آنها را بسیار دوست داشتم من را مجبور میکرد که بالاخره یک راهکار را برای خودم انتخاب کنم. وقت گذاشتن و فکر کردن در مورد انتخابم خیلی بیشتر ارزشمند می-نمود تا اینکه به راحتی یک نقطه نظر را قبول و یا رد می کردم. یکی از دلایلی که ثروتمند ثروتمندتر می شود و فقیر فقیرتر و طبقه متوسط توی قرضهایش تقلا می کند این است موضوع پول در خانواده آموزش داده می شود، نه در مدرسه. بیشتر ما موضوعهای پولی را از والدین خود یاد می‌گیریم. بنابراین والدین فقیر چه آگاهی هایی می‌توانند به بچه‌هایشان در مورد پول بدهند؟ آنها فقط می‌گویند تو مدرسه بمان، سخت درس بخوان، شاید آن بچه با نمرات عالی فارغ التحصیل بشود ولی برنامه‌ریزی مالی ضعیفی دارد، چون که این روش را در تمام دوران جوانیش یاد گرفته است. البته موضوع پول در مدرسه تدریس نمی شود. مدرسه بر روی موضوعهای مربوط
به دانشگاه و مهارت‌های حرفه‌ای تمرکز دارد، نه بر روی مهارت‌های مالی. این نشان می‌دهد که چگونه این همه مدیران بانکی، دکترها و حسابدارهای باهوش و استاد وجود دارند که با نمرات عالی از دانشگاه‌ها فارغ التحصیل شده‌اند، ولی هنوز دارند در مشکلات مالی به سر میبرند و حتی شاید تا آخر عمرشان با این موضوع دست به گریبان باشند. دلیل قرض سرسام‌آور ملی که ما داریم بیشتر برمیگردد به سیاستمداران و دولتمداران کشور که دارای تحصیلات عالیه هستند و تصمیمات مالی کشور را میگیرند، در حالی که کم و یا هیچ آموزشی در مورد موضوع پول نداشته اند. من گاهی اوقات نگاهی به هزاره جدید میاندازم و در عجب میمانم که چه اتفاقی خواهد افتاد وقتی میلیون‌ها نفر از مردم به پول و امداد پزشکی نیاز خواهند داشت، در حالی که وابسته به خانواده و یا کمک مالی دولت خواهند بود، و چه اتفاقی خواهد افتاد وقتی مؤسسات بیمه پزشکی سالمندان و تأمین اجتماعی دیگر پولی نداشته باشد. چگونه یک نسل نجات پیدا خواهد کرد اگر آموزش بچه‌ها در مورد پول باز هم به همان روال والدینشان که بیشتر آنها رو به فقر و یا مواجهه با فقرند واگذار بشود. من به دلیل اینکه دو پدر باجزبه و با نفوذ داشتم و موارد زیادی از هر دوی آنها یاد گرفتم، مجبور بودم درباره توصیه‌های هر کدام از آنها فکر کنم. دید گرانبهایی به واسطه قدرت و تأثیر طرز تفکرشان نسبت به زندگی به دست آوردم. برای مثال یکی از آن دو همیشه عادت داشت بگوید من نمیتوانم قدرت مالی داشته باشم. پدر دیگر استفاده از این کلمات را ممنوع کرده بود و اصرار داشت که بگویم چگونه میتوانم توانایی مالی داشته باشم. جمله یکی خبری بود و دیگری سوالی. یکی به شما اجازه میدهد که از مسئولیت شانه خالی کنید و دیگری شما را مجبور به فکر می کند. پدری که به زودی داشت ثروتمند می شد برای من توضیح می داد وقتی شما جمله من توانایی ندارم را بگویید، به صورت خودکار مغز شما از کار می افتد و با پرسیدن این سوال که چگونه می توانم توانایی مالی داشته باشم، مغز شما به کار وادار می شود. او منظورش این نبود که شما هر آنچه می خواهید بخرید، بلکه او اعتقاد محکمی در مورد به کارگیری مغز داشت، یعنی قوی ترین رایانه در جهان. او می گفت مغز من هر روز قوی تر می شود چون به او تمرین می دهم. هرچه مغزم قوی تر باشد برای من بیشتر پول می سازد. او بر این باور بود که یکی از نشانه های تنبلی فکری تکرار به طور خودکار جمله من توانایی مالی ندارم می باشد. اگرچه هر دو پدرم به سختی کار می کردند، ولی من دریافته بودم که یکی از آنها وقتی موضوعهای مالی پیش می آید عادت داشت که به مغز خود استراحت بدهد و دیگری عادت داشت مغزش را وادار به کار کند و نتیجه نهایی در طول مدت زمان نشان داد که یکی از آنها از نظر مالی قوی و دیگری ضعیف‌تر شد. این موضوع فرق زیادی با یک نفر که به صورت مرتب به باشگاه ورزشی می رود و تمرین می کند با یک نفر دیگر که روی مبل تکیه می دهد و تلویزیون نگاه می کند ندارد. تمرین جسمی خوب فرصت شما را برای سلامتی بیشتر می نماید و تمرین فکری فرصت شما را برای ثروتمند شدن افزایش می دهد. تنبلی سلامتی و ثروت را کاهش می دهد. دو پدر من طرز فکر مخالفی داشتند. یکی فکر می کرد ثروت باید مالیات بیشتری بپردازد تا از آنهایی که درآمد کمتری دارند محافظت بشود. دیگری می گفت مالیات تنبیهی است برای کسانی که تولید می کنند و پاداشی است برای آنهایی که تولید نمی کنند. یکی سفارش می کرد سخت درس بخوان که بتوانی در یک شرکت خوب کار کنی و دیگری به من سفارش می کرد خوب درس بخوان تا یک شرکت خوب برای خریدن پیدا کنی. یک پدر می گفت دلیل این که من ثروتمند نیستم این است که شما بچه ها را دارم و دیگری می گفت دلیل این که من باید ثروتمند بشوم این است که شما بچه ها را دارم. و یکی از آنها تشویق می کرد سر میز شام در مورد پول و تجارت صحبت کنیم و دیگری صحبت کردن در مورد موضوع پول را سر میز غذا ممنوع کرده بود. یک پدر می گفت وقتی مسئله پول در میان است با احتیاط عمل کنید و خطر نکنید و دیگری می گفت یاد بگیرید که خطر را کنترل کنید. یکی بر این باور بود خانه ما بزرگترین سرمایه و بهترین دارایی ماست. دیگری بر این باور بود
خانه من یک دردسر است و اگر خانه تو بزرگترین سرمایه تو باشد در این صورت با مشکل مواجه هستی. هر دو پدر صورت حسابهای خودشان را به موقع پرداخت می‌کردند، اما یکی صورت حسابها را اول پرداخت و دیگری آخر سر. یک پدرم بر این باور بود که یک شرکت و یا دولت از تو و احتیاجات تو محافظت می‌کنند. بر همین اساس او همیشه در فکر افزایش حقوق، برنامه‌های بازنشستگی، هزینه‌های درمانی، مرخصی پزشکی، روزهای تعطیل و موارد دیگری که او را به شوق می‌آورد بود. او بسیار تحت تأثیر قرار گرفته بود از اینکه 2 از عموهایش به ارتش ملحق شده بودند و حقوق بازنشستگی برای تمام طول عمر می‌گرفتند. تازه آن هم بعد از 20 سال خدمت فعال. او عاشق مزایای پزشکی و امتیازهای تخفیف در خرید بود که در ارتش این موارد شامل دوران بازنشستگی هم میشد. همچنین او بسیار خوشنود مینمود از اینکه نظام موجود به واسطه دانشگاه وسعت پیدا کرده بود. به نظر می آمد که موضوع امنیت شغلی و مزایای آن برای او بیشتر از خود شغل ارزش داشتند. اغلب می گفت من سخت برای دولت کار می کنم و برای همین هم تمام این مزایا شامل من می شود. دیگری بر این باور بود که اعتماد به نفس تمام ثروت یک نفر است و با مسئله حقوق و مزایا به شدت مخالفت می کرد. اعتقاد داشت که این طرز تفکر افرادی محتاج به وجود می آورد. او تاکید می‌کرد که باید از نظر مالی قدرتمند باشید. یک پدر برای حفظ چند دلار سخت تلاش می‌کرد و دیگری به راحتی پول به دست می‌آورد. یکی به من یاد داد که چگونه یک شرح حال سوابق بنویسم تا یک شغل خوب داشته باشم. دیگری به من یاد داد که چگونه یک برنامه قوی مالی و تجاری بنویسم که بتوانم برای خودم یک کار را تدارک ببینم. داشتن 2 پدر قوی به من اجازه داد تا متوجه تأثیر طرز تفکرات متفاوت هر کدام از آنها بر روی زندگی خود بشوم. من دریافتم که در واقع مردم زندگی خود را به واسطه طرز تفکرشان شکل می‌دهند. برای مثال پدر فقیر من همیشه می‌گفت من هیچ وقت ثروتمند نمی‌شوم. این پیشگویی به واقعیت تبدیل شد. از طرف دیگر پدر ثروتمندم همیشه خودش را یک شخصیت ثروتمند خطاب می‌کرد و اغلب عناوینی مثل این میگفت من یک مرد ثروتمند هستم و افراد ثروتمند فلان کار را انجام نمیدهند. حتی وقتی که او بعد از یک شکست بزرگ مالی به طور کامل ورشکسته شد باز هم نام بردن خودش به عنوان یک مرد ثروتمند را ادامه میداد. او خودش را با این جمله توجیه میکرد بین فقیر بودن و ورشکسته شدن تفاوت بسیار زیادی وجود دارد. ورشکستگی موقتی است ولی فقر همیشگی. پدر فقیر من همچنین میگفت من علاقه‌ای به پول ندارم و یا پول مهم نیست. پدر ثروتمندم همیشه میگفت پول یعنی قدرت. شاید قدرت تفکرات ما هیچ وقت با هیچ موردی قابل مقایسه و ارزیابی نباشد، ولی این برای من به عنوان یک پسر جوان آشکار بود که مراقب افکارم باشم و بدانم که چگونه خودم را خطاب کنم. من دریافتم که پدر فقیر من فقیر بود نه به خاطر میزان پولی که در میآورد که در واژه این معنی را میداد، بلکه به خاطر تفکرات و عملکرد خودش بود. به عنوان یک پسر جوان داشتن 2 پدر من را زیرک و آگاه کرده بود تا دقت کنم که چه اندیشه‌ای را برای خود انتخاب و قبول نمایم و به کدام یک باید گوش فرا دهم. پدر ثروتمندم یا پدر فقیرم، اگرچه هر دوی آنها احترام فوق‌العاده‌ای برای تحصیل کرده‌ها و افراد در حال آموزش قائل بودند، ولی باور نداشتند مواردی که آنها یاد گرفتند برای یادگیری مهم بوده است. یکی از من می‌خواست که سخت درس بخوانم، رتبه خوب کسب کنم و یک شغل خوب برای کار کردن به خاطر پول پیدا کنم. او بیشتر می‌خواست که من درس بخوانم یا یک متخصص در زمینه وکالت یا حسابداری و یا ادامه تحصیل بدهم برای فوق لیسانس مدیریت. دیگری من را تشویق می‌کرد که مطالعه کنم تا ثروتمند بشوم یا دریابم که چگونه پول کار می‌کند، یاد بگیرم که چگونه پول داشته باشم تا برایم کار کند. او میگفت من برای پول کار نمی کنم، پول برای من کار می کند. در سن 9 سالگی من تصمیم گرفتم که از پدر ثروتمند در مورد پول درس‌هایی بیاموزم. این کار را انجام دادم و گوش کردن به توصیه‌های پدر فقیرم را انتخاب نکردم، حتی با وجود اینکه او کسی بود که تمام مدارک تحصیلی کالج را دارا بود. کتابی رو که خوندم برگرفته بود از کتاب پدر فقیر پدر ثروتمند رابرت کیوساکی. یک بخشی از فصل اولش رو براتون خوندم. این کتاب بسیار کتاب تأثیرگذاریه
و بنده ختن بهتون توصیه میکنم که این کتاب رو حتما مطالعه کنید و در اختیار خانواده‌تون قرار بدید. با خودم گفتم شاید شنیدن همین چند برگ کوتاه شما رو به فکر وادار کنه و بتونه تأثیر مثبتی در زندگیتون داشته باشه. همیشه ثروتمند باشید، ثروتمند فکر کنید، پاینده باشید. ختن دوستدار شما. خدا نگهدار.